بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من رسالة شروط الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى. اینک ما درس‌های خود را دوام می‌دهیم از رساله به نام شرط‌های نماز از آن شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي. ما بعون الله سبحانه و تعالی از شرط‌های نماز تا 4 شرط خواندیم. بعد از آن از بس که شرط 4م این رفع حدث بود، مراد از رفع حدث چی بود؟ یعنی که همون طهارت عادی، طهارتی که یعنی وضوئی که میدونیم ما و شما. و اکنون در همینجا شرط‌های نماز کمتر متوقف میکنه، میدارد تا درباره طهارت کلا تمام کردن. بعد از آن ما و شما گذاشتیم که موجبات طهارت چی میشود، یعنی کدام سبب است که یعنی که انسان طهارت بکنه، و گفت که حدث یعنی که بی‌طهارته، این انشالله میگذاریم. بعد از آن شرط‌های طهارت گذاشتیم که از 10 تا عبارت بود که الاسلام والعقل والتمييز والنية واستحساب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، وانقطاع موجب واستنجاء أو استجمار قبله، وطهورية ماء وإباحته، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، ودخول الوقت على من حدثه دائم لفرضه. امروز درس ما آغاز می‌یابد آنجا که می‌فرماید شیخ الاسلام و اما فروضه فسته، اما فرضای طهارت باشد و اینها چند تا؟ 6 تا میباشند. فرضای طهارت در مذهب ابو حنیفه 4 تا میگن، لیکن درستش و یا 6 تا میباشند. غسل الوجه و منه المضمضه والاستنشاق. چی بوده است؟ یعنی شستن روی. شستن روی این فرضی طهارت است و از جمله در دهن و بینی آب گرفتن، یعنی در دهان و بینی آب گرفتن یا که آب گرداندن نیز در روی داخل می شود. و حده طولا من منابت شعر الرأس الى الذقن. اکنون حد و حدود روی از کجا تا کجا می باشد؟ حد می‌دونه یعنی که از کدام جا تا کجا. طولا از جهتی درازی گریم، یعنی که از پایان به بالا یا که از بالا به پایان، اینو طول میگویم. از جایی که موی سر عادتا میبراید تا منه، فهمیدین؟ تا ذقن گفته منه رو میگویم، یعنی که تگی همون جا باشه. و عرضاً یعنی پهنایی باشد. طولاً اصلا کسی که با روسل دانه دیگر ورتیکال نش میگون، عرض گرزنتال. الى فروع الاذنین، یعنی تا بیخی گوشها. این است یعنی که حد و حدودی روی گرانیتسا میگون کن. و غسل الیدین الى المرفقین، و هر دو دست را شستن با همراهی مرفقین، یعنی که آرنج ها. در اینجا الا میگن بعض علما و معنای مع می باشد، یعنی با همراهی آرنج ها، یعنی در شستن دست ها آرنج ها هم داخل می شود. و مسح جمیع الرأس، و مسح کشیدنی همه جای سر، یعنی کلی سر را مسح کشیدن نیز فرض می باشد. و منه الاذنان، و از جمله یعنی که در قطار همین مسح سر داخل می شود 2 گوش نیست. معلوم میشه که به همون آبی که سر مسح کشیده گوش ها را هم چکار میکنید؟ مسح میکشید، درون بیرونشون رو تازه میکنید، پاک میکنید میشکل. و غسل الرجلین الى الكعبین، و شستنی
هر دو پا با همراهی بجلها هم در شستن داخل میشن. و ترتیب و رعایه کردن ترتیب. معنای ترتیب چیست؟ یعنی چهلی که در حدیث و در آیت آمده است طبق همون نشاندادی الله سبحانه و تعالی به ترتیب، یعنی اول رو شستن در که باشد رو میشوید، بعد دستا و ترتیب. و الموالات پای در پای را رعایه کردن. مراد از پای در پای آن است که وقتی که یک عضو شستید همون عضو شستگیتان خشک نشده قاق نشده باید که در دیگر عضو شروع کنید. فهمیده؟ مثلا یک کس رو شست و بعد از آن کمتر صحبت کرد یا یکونجا رفت یکون چیز دیگر آورد که یکون قسمی رو خشک شود، درست نمیشود طهارتش، باید از سر وی کند. فهمیده نه؟ این هم موالات میگویند، یعنی که پای در پای شستن رو دوام دادن. و دلیل قوله تعالی، دلیل سخنی الله تعالی است، میفرماید یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، اذا قمتم الى الصلاه، چون به نماز برخیزید، یعنی که نیت نماز خواندنی داشته باشید، فاغسلوا وجوهکم، رویهای خود را بشویید، و ایدیکم الى المرافق، و دستهای خود را با همراهی آرنج ها بشویید، و امسحوا برؤوسکم، و سرهای خود را مسح بشکید، و ارجلکم الی الکعبین، و پایهای خود را یا که پایهایتان را با همراهی بجلها شوید. سوره مائده آیه 6. این به یعنی که فرضایی که در قرآن نشان داده شده است. و دلیل ترتیب حدیث ابدأوا بما بدأ الله به، حديث صحيح بهذا اللفظ أخرجه النسائي من حديث جابر. نعم. خب وغيره. و دلیل ترتیب یعنی از کجا آمده است دلیل برای خاطر ترتیب فرض بودنش؟ حدیثی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند ابدأوا بما بدأ الله به، یعنی خیلی که الله تعالی سر کرده است شما هم همین سر کنید، یعنی که از چیز الله تعالی یعنی که آغاز کرده که از به همون آغاز کرده الله شما هم چیکار کنید؟ آغاز کنید، سر کنید. یعنی که اول یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم گفته است، رویها را شوید، از رو سر کردن کار است. و که حدیث نشان میدهد در یعنی که در وقت شستن روی دهن و بینی داخل میشود. حدیث صحیح است، نسائی و دیگران روایت کردند. و دلیل موالاتی و دلیل پای در پایی حدیث صاحب اللمعه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لما رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره بالإعادة. و حدیثی پای در پای شستن یا که دلیل پای در پای شستن حدیثی صاحب لمعه است. صاحب چی؟ لمعه. لمعه اساسا هم یک جایی که چی؟ یک جایی که مثال گیریم خشک میماند سیچیدن میگوین اینا، یا که یلترس کردن. از پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت میکنند که وقتی که یک انسان را دید که در پای او لمعه است، یعنی یک اندک جایی و مقدار درهم خشک ماندگی جا هست که لم یصبها الماء و اونجا آب رسیدگی نیست، پیغمبر صلی الله علیه و سلم فامره، او را امر کرد که بالاعاده، از دوباره طهارت کردن. نگفت که همون جای خشک ماندگی را شو، فهمیده؟ جای خشک ماندگی را شو نگفت. فامره بالاعاده، او را چیکار کرد؟ امرش کرد دوباره چیکار کردن را؟ از نو طهارت کردن را. و در آخر میگوید که و واجبه تسمیه مع الذکر، واجبی یک تا واجب دارد وضو یعنی طهارت، این بسم الله گفتن است، مع ذکر در برابری به یاد رسیدن. معلومه شده که کسی اگر از خاطرش برآمده بسم الله نگفته طهارت کنه هیچ غم نداره، ولی اگر در یاد داشتگی باشد بسم الله گفتن واجب است میگویم. صلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.